میکروفون رو در اختیار این معترض قرار بدم، هرچه خودم هم عرض کردم انتقاد دارم. میخوام اینجا چند دقیقه صحبت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من این جوان 25 سالم اعتراض دارم به شما، چون شما مسئولی لطف کردید به من میکروفون بدید، منم مخاطب حرفم شما. اگر که من جوان 25 ساله ببینم قوه قضاییه مملکتم دست محسن اقتصادی از اینجا نه از اینجا قطع میکنه، به مملکتم امیدوار میشه. اگه ببینم اون رئیس جمهوری که نون حرام بهش ساخت، شکمش از اینجا اومد اینجا، گردنش رو زد، محاکمش کرد، به مملکتم امیدوار میشم. من نمیرم توی خیابون وایسم ضد رهبرم، ضد کسی که